شب گذشته نزدیک 200 پناهنده افغانستانی از جمله 143 خلبان تاجیکستان را ترک کردند. آنها از دوشنبه به امارات متحده عربی انتقال یافتند و قرار است از آنجا به آمریکا برده شوند. خلبان‌های افغانستانی روز 15 آگوست بعد از تصرف کابل از جانب طالبان با 17 هواپیمای نظامی به تاجیکستان فرار کردند. نزدیک 3 ماه آنها در تاجیکستان بودند و بارها خواستند تا آنها را زودتر از تاجیکستان بیرون کنند. همکارم مومین احمدی که چندین بار با این خلبان‌ها صحبت کرده است حالا در استودیو همراه من است. مومین سلام، بگو که چرا این خلبان‌ها به تاجیکستان آمدند و باز می‌خواستند که زود آنها را از این کشور خارج نمایند؟ بله شهلا، خبر نو این است که خلبان‌ها فعلا در ابوظبی امارات متحده عرب رسیدند و آنجا قرار دارند و منتظر سفر به امریکا هستند. اما وقتی 15 آگوست امسال از کابل از جانب طالبان تصرف شده بود، آنها فوراً به فرودگاه رفتند و یک قسمشان به ازبکستان و قسم دیگر وارد خاک تاجیکستان شدند. 143 نفر در 17 هواپیمای نظامی به باختر مرکز ولایت ختلان میآیند و مقامات تاجیک برایشان اجازه فرود دادند. با گفته آنها از کابل تا باختر طریق هواپیما کمی بیشتر از نیم ساعت راه است و این نزدیکترین راه بیرون شدن از افغانستان بوده است. آنها تا 1 سپتامبر در خوابگاه دانشگاه باختر بودند و بعدا آنها را به آسایشگاه در دره رامیت شهر وحدت بردند. آسایشگاهی که نگهداری می‌شدند از جانب ماموران میلیسا نگهبانی می‌شد و آنها حقی به بیرون برآمدن نداشتند. از این رو خود را مثل محبوس می‌حسابیدند و طلب داشتند که زودتر آنها را بیرون کنند. مومین، 17 هواپیمای نظامی که سوار آنها آمده بودند، این خلبان‌ها حالا کجا هستند؟ بله شهلا، وقتی آنها آمدند همراه خود سلاح نیز داشتند. در این باره با مقامات تاجیکستان صحبت داشتند و آنها گفتند که سلاح‌ها و هواپیماها بر اساس قانون‌های بین المللی مصادره شدند. خلبان‌ها هم گفتند که لحظه اولی وارد شدند تمام سلاح‌هایشان که بیشتر تفنگچه بودند سپاریدند. هواپیماهای آنها تا چند روز پیش در فرودگاه باختر نگهداری میشد و مقامات در صحبت با ما گفتند که از نگاه قانونی اینها دیگر مال تاجیکستان هستند، چون آنها برای غیرقانونی وارد کشور شدند و رفتار آنها مرز شکنی حساب می شود. نه تنها هواپیماها بلکه بیش از 5000 نظامی که با تکنیک‌های نظامی تابستان و با سلاح‌های خود وارد تاجیکستان شده بودند، هنگامی بازپس به کشورشان رفتند دست خالی برگشتند. اطلاعی که ما داریم هزاران سلاح و بیشتر از 40 ماشین نظامی آنها حالا در تاجیکستان است. فعلا در تاجیکستان چقدر پناهنده افغانستانی باقی مانده است و برای چی بسیاری از پناهنده ها شکایت میکنند که آنها را تاجیکستان قبول نمیکنند؟ ببینید شهلا، مقامات میگویند که امسال 15000 پناهجوی افغان را قبول کردند، ولی معلوم نیست که این آمار آنهایی را که تاجیکستان دوباره به کشورشان پس گردان در نظر دارد یا نه. از جمله بیش از 5000 نظامی که به تاجیکستان فرار کرده بودند دوباره به افغانستان برگردانیده شدند. بسیاری از پناهندگان در مرز از آن شکایت دارند که به آنها اجازه وارد شدن به خاک تاجیکستان نمیدهند، اما مقامات تاجیکستان در صحبت به ما گفتند که امکان پذیرایی هزاران مهاجر را ندارند، چون هیچ کشور و سازمان برای پذیرایی مهاجران به تاجیکستان کمک نکرده است. فهمم. تشکر مومین برای صحبت فراگیر.